سلام، به چنل یوتیوب من خوش اومدی. اگه تو هم خیلی جنسیت پلنگی رو یاد بگیری تا آخر این ویدیو با من همراه باش. چنلم رو سابسکرایب کن، این ویدیو رو لایک کن و نظرت رو برام کامنت بذار. سطح کارمون رو به وسیله مارکری که رنگ توناژ بدن داره رنگ میزنیم. من توی این ویدیو از مارکر بیسیک کد 29 استفاده کردم. بعد از اینکه کارمون رو با مارکر رنگ زدیم، میایم با مداد رنگی های توناژ قهوه‌ای سایه پردازی میکنیم. در مرحله اول از قهوه‌ای رنگ روشن استفاده میکنیم و بعد قهوه‌ای تیره و در آخر با مداد مشکی میایم و سایه های تیره کارمون رو ایجاد میکنیم. از مداد رنگی رنگ سفید هم برای ایجاد نور و روشنایی روی کارمون استفاده میکنیم. بعد از اینکه با مداد رنگی کارمون رو سایه زدیم، با مارکر رنگ قهوه‌ای میایم لکه هایی رو روی کار ایجاد میکنیم.
کد مداد رنگی هایی که من توی این ویدیو ازشون استفاده کردم رو ببینید. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید.